پیش از سر کردن ویدیو کانال خواهر اسلامی من را که با نام فایا گتاوید یعنی کانال پخت و پز را من برای شما توصیه میتیم. کانال یعنی نو الکای نو پخت و پزای بهترین را برای ما و شما یعنی خواهرکمان سر کردن. ما حتما خواهرمان را دستگیری میکنیم یا رو دوستای دعوت میکنیم. انشالله با دستگیری ما این خواهرمان پیش میرن. من پایان همین ویدیو با همین کانالشان ذکر پیت میکنم. حتما ابونه شدن را فراموش نکنید. از کانال پخت و پزهای خانگی یعنی سلام خود را رسانید. سلام دوستان، خوش آمدید به کانال پخت و پزهای خانگی. ما امروز همراه یک نمود سالتی پرنسس تیار میکنیم برای عید رمضان. محصولات لازمه برای ما: گوشت آبپز، الکای من درازکچه شکل ریزه کردم، کارتوشکای آبپز، لبلبو آبپز، جوار مکه، بادرینگ، 3 دانه تخمه ما یعنی چالپاکچی کرده پخته میگیریم و مایونز لازم است. این محصولات برای تیار کردنی یعنی سالتی ما لازم است. اول 3 دانه تخمه یعنی چالپاکچی کرده پخته میگیریم. من کمتر نمک پوشتم. ما اینا پخته میگیریم 3 تا یعنی یک تکره پخته میگیریم. طرز پختنش البته همه رو معلوم. من یعنی تخمه ما نمیتر سرخ کرده میگیریم دو تا طرفش. طبقه گرفتم فرم من یعنی 21 سانتی متر کشیدم. همین طبقه به یعنی موافق. ما اول میگیریم کارتوشکا. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کارتوشکای ما همین فرمو بر تونوگ میکنیم. کمتر یعنی پریس میکنیم. شروع پریس کردم. اما ما مایونز میکنیم. اصلی من کارتوشکا گوشت همه چیه نمک پختنه من نگاه قطعی نمک نمیکنم قبطاش بر. شروع یعنی مایونز میکنیم. خواهید مایونز یعنی مولید نخواهید هم تو ایستادم یگانچی نمیکنم. بسیاری ها خیلی دوست می‌دارن یعنی سالتی چخگو ماهیگی گریبی اصلی ما تماما استعمال نمی‌کنیم. ماهی دوست می‌داریم پختگیشو لیکن سالات تماما اولی ما استعمال نمی‌کنن. نمی‌دونم از چه سبب باشد گریبی هم تماما یعنی ما استعمال نمی‌کنیم. برای همین بسیار خواهش شد که یعنی گوشتی گاوکی تیار کنم. میتونید یعنی بادرنگی کنسروی هم استفاده برید. من اصلی بادرنگی سویجی با تماما طعمش دیگه میکند بوی خوشرو میکند. برای من بادرنگی سویجی استفاده بردم. انا شو کمتر نمک میکنیم. نه همشه اینطور یعنی قبط مایونز میکنیم. اگر مایونزی بسیار دوست دارید بسیار تر کنید. نه اگر دوست ندارید میتونید یعنی کمتر. اکنون یعنی تخمه میگیریم. من نگاه کنید من تخمه اینطور یعنی مایده کردم درازکچه شکل مثل یعنی گوشت و بادرینگ مایده کردم. انا تخمه میتونید تخم آبپز تیار کنید یعنی آبپز هم همراه کنید میشد. من امروز این گونه تیار کردم یعنی شروع یعنی تنوگ میکنید. انا تخمه هم مایونز میکنید. میگیریم یعنی جوار مکه. هر بار که ما یعنی قبط میگیریم می محصولات ما کمتر یک بار باید زیر کنیم که یعنی پریس شود. کمتر زیر میکنیم که یعنی همش شروع پریس شود. بعد قالب گیریم شروع میایستد. اما آخر با یعنی لبلبوی میگیریم. ما یعنی آخری کاسه با 2-3 قاشق لبلبوی میمانیم برای آرا دادنش لازم. اما آخرش شروع پریس کردم یعنی اکنون ما مایونز میکنیم. مایونز که یعنی شروع محکم میکنیم. شروع یعنی مایونز که پوشیده ما اکوی نه به مدتی 2-3 ساعت خلطینگ میمانیم برای اینکه شروع پریس شود مایونزش خودش بگیرد. بعد ما آرام میتیم. ما سلطه بلینچیک آرام میتیم. از ما بلینچیک تیار میکنیم. اینجا گرفتم من 50-60 میلی لیتر شیر،
یک دانه تخمه معلقه نمک یعنی چایینی ساده همراه کنم. من 4-5 قاشق آرد لازم است برای تیار کردن بلینچیکا ما. من کاسه میگیریم یعنی شیر، من تخم چایینی ساده نمک. خداوند کاری ما به فیض و برکت و عافیت. ما یعنی 3-4 دانه بلینچیک بازیم ما یعنی برای آرایش دادنش میرسد. من اینجا با یعنی ساکی لبلبوهای ما وقتی که لبلبوی جوشانیم ساکش جدا میشد ما اینا یعنی خمیرانه رو همراه میکنیم که بلینچیکا ما رنگش سرخی خوش رو بیاد. من نگاه رنگش چطور من ارده یعنی همراه کنه میختم میکنه. من یعنی خمیر بلینچیک ما تیار شد. همه ما میدونیم که خمیر بلینچیک باید چه شود. ما میتونیم یعنی بلینچیکای پخته میگیریم. من بلینچیکای پختم من میتونم شد. ما کدرنه یعنی بلینچیکا ما باید نچینکا تیار میکنیم. نچینکاش با 2 قاشق لبلبو آب است، 1 تا سیری پلاولینی همه ما میتونیم من این گونه سیرا، 1 پاچکا نهمین اتیارکا گذراندم، 1 دانه من چسناک، 1 قاشق مایونز شروع یعنی آمیخته میکنیم. آمیخته کردیم من کمتر نمک میپاشیم. من نچینکامی 3 قسمه تقسیم کردم. ما کو 1 قسمشه یعنی همین بلینچیکا ما با شروع میمالیم. بسم الله. من شروع مالدم مثل یعنی رولت میپیچونیم. همینطور یعنی میپیچونیم. هر سیشه ما یعنی 3 تا بلینچیکا همینطور یعنی میپیچونیم. نچینکا کرده داخلش باید. من 3 تا بلینچیکا نچینکا کرده پیچوندم. ما کوی نه یخیل ریز میکنیم. بسم الله. 4-5 سانتیمتری یعنی ریزه میکنیم. من ریزه کردیم. من نگاه کنید مثل گل آمد. ما پشت کمتر بالا با تیلا میکنیم که مثل گل شود. نمیتر همشه نمیتر یعنی تیلا میکنیم پشت کمتر مثل گل یعنی شکوفت. من نمیتر من سلطه ما هم دم گریب ما اینا یعنی فرما میگیریم. بسم الله الرحمن الرحیم. خوش رو یعنی باید بار چغ زنند که خوش رو من جدا شود. من گردی سلطه ما چقدر آمد. نگاه کنید خوش رو یعنی کلولا خوش رو یعنی پریس شده که من نمیتر ما بلینچیکی تیار کردیم نمیتر بالای سلطه ما یعنی میچینیم مثل گل. یعنی گردابا گرد میچینیم. هرچقدر بسیار مانید و مقدار یعنی زیبا میشه. بیاد سلطه اشتیاور شروع برای دسترخوان ایدانا بهترین یعنی سالاد. من برای باز هم زیبا آمدنش اکراب میمونیم. اکراب الکای 6 تا سالفیتکی که خوش کردم که برای زیبا آمدنش من اکراب میچینیم گردابا گرد اول. نمیتر بیاد اکراب که خوش میشد با نمودش. میتونید یعنی فانتزی خودتان که آراته. من نمیتر امروزه یعنی سلطه ایدانه تیار کردم. نکو داخلش بام یعنی اکراب مگذاریم. تماما نگاه کنید نمودش دیگه میشد اکراب که من چگونه میبینید سلطه ما هم تیار شد. نگاه کنید نمودش چقدر زیبا اشتیاق آور
دیگه باید شروع میکنن ما که در نشه من ریزه کردم بینیم سلاتای ما چخلنده است. بسم الله الرحمن الرحیم. سخته که گنی پریس شدگی داشت ریزه کنیش معلوم. بسم الله من یعنی قبطی سلاتی ما چخلنده است. من جایی بود یعنی اشتیاور کنید سلایکا چقدر خوشرو یعنی پریس شده. من خوشرو یعنی ماینیز شدگی برای نزدیکان خود تیار کنید. داخل یعنی سلاتی ما کانال ما دستگیری کنید، подписаться کنید، یارو دسته دعوت کنید. انشالله باز با دستگیری شما انشالله ویدیوهای بهتر و بهتر میشه دوستان. خیر تا ویدیوهای آینده در پناه خدا باشید.